خوش اومدی جوون. دمت گرم. پدرتو میشناختم، خیلی شبیه اونی. نمیخوام ازش بشنوم. چرا؟ چراش به خودم مربوطه. خدا بیامرز آدم خوبی بود. در ضمن اولاد نباید از پدرش کینه به دل بگیره. ببینم داداش، حوصله‌ات سر رفته؟ بیکار موندی؟ تو هم مثل پدرت عصبی هستی. از من بزرگتری، احترامت واجب. گفتی خوش اومدی، گفتم دمت گرم. حله؟ خیلی خوب بابا، خیلی خوب. اینجا خیلی معروفی. رئیس یوسف و یوسف صدا کردی. ببین عکست تو روزنامه هم چاپ شده. دمت گرم. وقتی نتونستم دخلشو بیارم دیگه افتخار کردن نداره. باید حبسمون رو بکشیم. جسارت میپرسم چرا؟ برای چی همچین کاری کردی؟ با یه رفیقی شرط بستم، گفت نمیتونی از دانشگاه اخراج بشی. منم گفتم آسونه. این رئیس بی وجدان چرا 4 سال برای اخراج کردنت از دانشگاه صبر کرده؟ باید حرف بزنیم جوان، وگرنه اینجا وقت نمیگذره. اسم من اسده، بهم ریش قرمزم میگن. یه چند ماه دیگه اینجا اگه خواستی درد دل کنی بیا پیش خودم، خجالت نکش. یه هفته مونده بود به فارغ التحصیلی. پرونده‌مو بررسی کرده، میخواست برای خودش تیم انتخاب کنه. وقتی تو پرونده‌م میبینه پدرم با جلال دومان ارتباط داشته، گفت نمیذارم پلیس بشی. ای بی شرف. خلاصه اخراج شدن ما مونده واسه هفته آخر. سارپیلماز ملاقاتی داری؟ سلام. تو کی هستی؟ من خودم وکیل دارم. اون نمیتونه کمکت کنه. اون وقت تو میتونی. شک نداشته باش. خانم خوشگله، برو آرایشتو تازه کن و پودر بزن. تو این کارا هم دخالت نکن. تو هیچ میدونی با کی داری حرف میزنی؟ واقعا ببخشی، اشتباه کردم. میتونی تو همچین کارهای دخالت کنی؟ ملک، لااقل سرت گرم میشه. منو نگاه کن. یه ذره هم برام اهمیت نداری. موکلم جلال دومان خواست، منم اومدم. مادرت از دوری تو داره قصه میخوره. به احترام اون اینجا. خب که چی؟ یعنی این که من تنها شانس بیرون اومدنت از اینجا هستم.
حواست هست؟ دلیل اینجا بودنم تو و موکل جلال دومان هستین. میخوای راه سخت رو انتخاب کنی؟ خانم خوشگله یه رازی بهت بگم. من به خاطر اون مرتیکه جلال اینجام. تازه اومدین بهم میگین میخواین کمکم کنین؟ اگه یه بار دیگه بهم بگی خانم خوشگله، تاوانشو بد جور پس میدی. خیلی ترسیدم. خانم خوشگله، انقدر نیفتین دنبال مادرم، وگرنه تاوانش انقدر سنگین میشه که از پسش بر نمیایین. ببینم تو فکر کردی کی هستی؟ هیچ کس. من اون هیچ کسی هستم که هیچی برای از دست دادن نداره. حالا برو، دیگه نمیخوام ببینمت. چه جور آدمیه؟ یه دیوونه کامل. گفت دیگه نمیخوام ببینمت. خیلی خوب، هر کاری دلش میخواد بکنه. گرچه حقشه یه درس حسابی بهش بدیم، چون دختر یکی دونه منو ناراحت کرده. ملاقاتیت کی بود؟ آدم مهمی نبود. برش کن بابا. حالا اینا به کنار. این کنجکاویه تو رو کجای دلم بذارم؟ تو زیاد از حد جسوری پسر جون. من بودم اول طرف حسابم رو میشناختم، بعد حرف میزدم. چیکار کنم ازم بر نمیاد؟ اونو که خودمونم دیدی. جریان چیه؟ اسد آقا تو دخالت نکن، ارتباطی به تو نداره. ما به خاطر اون اومدیم. رو رئیس آقای اسلحه کشیدی؟ فکر کردی بی جواب میمونی؟ آره رئیس یوسف بهت سلام مخصوص رسون. سلامت باشه. اینجا چه خبره؟ بیاین بندازینم تو بند.
کی بودی خبر نداشتیم پسر؟ خاله فوسون جونم، خوشحال باش دیگه. دلتنگی ها تموم شد. ببین بالاخره آزادم شد. ایشالله دیگه از این دیوونگی ها نکنه. نه اصلا دیگه هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. تازه میدونی شاید پلیس نشدنش به نفعش بود. به هر حال شغل واقعا سختیه. شب و روز نداری، خدای نکرده امنیت جانی نداری. حتما خدا خودش اینطور صلاح دیده. چرا آزاد شدنشو به ما نگفت؟ سر در نمیارم. راستش منم نمیدونم خاله فوسون. اگه با وکیلش حرف نمیزدم منم بیخبر میموندم. ای بابا بسه، قصه نخور دیگه. همه چی مثل قبل میشه، همه چی درست میشه. حالا میبینی. داره میاد. پسرم عزیزم، بیا اینجا ببینم کلش شب. اینجا چی کار میکنین؟ چرا تا اینجا اومدین؟ پسرم این چه حرفیه؟ مبارک باشه پسر دیوونه. بلا به دور باشه. تو مامانو برسون خونه، منم بعدا میام. پسرم ما به خاطر تو اومدیم اینجا. خیلی خوب مامان، شب میام. مادر بذار بچه کم بگرده یه هوایی به کلش بخوره. پسرم تو چه کاری میتونی با این آدم مامان داشته جان باشی؟ برو، شب میام پیشت. برو دیگه. اون یارو کیه؟ دوست متینه. گهگاه میومد خونم. دوست کامیون دارش بود. این بچه چی کار میکنه؟ انگار یکم مادرتو عصبانی کردی. کارش نمیشه کرد. باید به بعضی چیزا عادت کنه. مثلا باید به چی عادت کنه؟ قصد داری چی کار کنی؟ والا نمیدونم چی کار کنم آقا اسد. فقط میدونم چی کار نمی کنم. دیگه پلیس نیستم. بیا. تو هنوز نخوابیدی؟ این کارا چیه میکنی؟ هیچ میدونی اون آدم کیه؟ حالا هر کی مامان. یعنی چی هر کی؟ اینم یه آدمیه مثل پدرت. دیگه برام مهم نیست. به من ربطی نداره. چطور میتونی این حرفو بزنی؟ اون آدم مثل تمام چیزایی که ازشون نفرت داریم. پسرم ما الکی این همه سال زحمت کشیدیم، الکی فرستادم درس بخونی، این همه زحمت کشیدم، سختی کشیدم که آخرش مثل پدرت بشی. درس خوندم چی شد؟ حتی نذاشتن پلیس بشم. برای همینم چه قبول کنم چه قبول نکنم من پسر متین ایلماس هستم. واقعا متاسفم که این حرفا رو از زبون تو میشنوم. پسرم عزیزم، من یاد برادرت امید و با تو زنده نگه داشتم. اگه به راه بد کشیده بشی یاد اونم لکه دار میکنی. اگه برای خودت احترام قائل نیستی حداقل برای اون احترام برادرمو قائل باش. قاطی این موضوع نکن. من دیگه اینم تموم شد. سر عقل بیا. عقلم سر جاشه. حتی بهتر از هر وقت دیگه. بهتر منو همین جوری قبول کنی. غیر از این که یکی مثل بابام باشم چاره دیگه ای برام نذاشتن.
یه لحظه وایسا ببینم این کارا چی میکنی؟ تو هم حواستو جمع کن دختر. تو زندگیم دخالت نکن. صاحب این تو نیستی، عقلتو از دست دادی؟ از زندگیم برو بیرون ایلم. این قدم به مامانم امید نده. برای چی آوردیش مراسم فارغ التحصیلی؟ برای چی آوردی جلوی زندون؟ مگه تو خودت زندگی نداری ها؟ دست از سرم بردار دیگه. اون زنم راحت بذار. صاحب شوخیه مگه نه؟ محال تو این حرفا رو بزنی. از این به بعد زندگی من شوخیه. همتون میتونین پشت سرم بهم بخندین. اوه خیر باشه این وقت شب. نکنه تفریح کافی نبود؟ یه جا برای موندن میخوام. دیگه نمیتونم تو خونه بمونم. اختیار داری. زود برات خونه پیدا میکنی. نه یه جا تو گاراژم کافیه. مگه میشه پسر؟ آره داداش میشه. فقط بگو میتونم بمونم یا نه. این چه حرفیه؟ هالپر زود اتاق پشتی رو برای داشتمون آماده کن. زود باش. چشم آقا. حله. دمت گرم. مثل پدرشه. میخوام یه حالی بهت بدم. شب میریم بیرون یه هوایی عوض کنیم. منو بیخیال شو رفیق. میخوام بخوابم. مثل کابوس افتاده گوش گاراژ. هر کی نگات میکنه افسردگی میگیره. پاشو بینی. پاشو. هالپر اول سر وضعتو درست کن. زود لباس بپوش بیرون منتظرتم. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. عزیزم این نه یک از ترانه‌های خودمو بخون. باشه. ای داد تصادفو ببین. این دیگه اینجا چی کار میکنه؟ نمیدونم آقا. تو هم هیچی نمیدونی سلامی. هیچی نمیدونی واقعا که. چطوره؟ اوضاع چطوره؟ راضی هستی؟ خوش میگذره یا نه؟ آره مشکلی نیست. اوستا ترانه منو خراب کردی. باید منتظر نوبتت بمونی. اجازه هست؟ بفرما بشین. حسابی سر حالی ریخت و پاش کردی. رفیقمون کیه؟
به زودی اسمش همه جا میپیچه. بعدم بهش میگن سارپ دیوونه. خوشبختم. دمت گرم. برای آشنایی آوردمش. یار جدیدمونه. موفق باشی جوان. فقط بازی جوان مردونمون یادت نره. هی راستی کار جدیدت مبارک. اینم اینجوریه. زود همه چیو به کار ربط میده. این حرفا رو بذار کنار روستا. وارد مزایده‌ای شدی که من میخواستم وارد بشم. یه قیمتی دادی که همه چی رو خراب کردی. که چی؟ منظور؟ خب میخوای چی بگم اوستا؟ رسمش اینه. باورش شد. باورش شد. شوخی بود بابا، شوخی کردم. اوستا ببین یه لطفی بهت میکنم. از این کارهای خاک و خاک برداری خسته شدم. سودی هم نداره. به اینجام رسیده. تریلی لازمت میشه. بیا تریلیامو بدم به تو. نظرت چیه؟ موافقی؟ حساد داری جدی میگی؟ معلومه که جدی هم. یه کمی هم تو باشون کلنجار برو. بوم انداختم تو بغلت. مبارک باشه. راستی با اجازه بهت یه تخفیف مشتی هم میدم. آها برام از اینا بگو. خب بگو ببینم چقدر میخوای؟ اینو بگو. تو فردا بیا دفترم. کامیانا رو ببین. حرف بزنیم ردیفه. عزیزم ترانه رفیقمونو بخون. فقط از اون تخفیف داراش باشه. به سلامتی. به سلامتی. میخواستی اینطوری بشه که جرأت نکنی بیای تو خونه مادرت؟ گفتم شاید خوابیدی، نخواستم مزاحم شم. خواب؟ دیگه خواب به چشمم نمیاد پسرم. تو منو کشتی. خواب چیه؟ مامان از این حرفا نزن. من سختی ها رو تحمل کردم. گفتم از پسشون برمیام و اومدم. تو رو محتاج کسی نکردم، ولی هیچ وقت فکرشو نمی کردم بیشتر از هر کسی تو قصم بدی. من اصلا آمادگیشو ندارم. مامان جون قصه نخور. پسرت اینجاست جلوت وایساده، از پیشت که نمیره. پسرم که هم نشین قاتلا شده، تازه میخواد کنار منم وایست. اگه اینطور پیش بری از سارپی که من میشناسم هیچی باقی نمیمونه. اون سارپی که میشناختی نذاشتن پلیس بشه. حالا اونا منو نمیشناختن. لااقل تو دیگه مثل اونا رفتار نکن. بگذاری من دیگه میرم. برو. کار دیگه ای که ازت بر نمیاد. وقتی تو زندون بودی منم تو زندون بودم. روزا و شبا و ساعتا رو شمردم. بعد تو از زندون اومدی بیرون.
ولی منو توی یه زندون تاریک تنها گذاشتی. باشه پسرم، برو، خیر پیش. ماشالله، به این آهنپارم جون دادی. پسر کاری هست که دستت بر نیاد. اینجوریش نبین، ماشین ردیفیه، فقط کسی بهش نرسیده. زود باش، حاضر شو، باید بریم. کجا؟ میریم محل کار رفیق دیشبی، یه نگاهی به تریلیاش بندازیم. بگیر، یکم هم آهنپاره منو برون. عالی به نظر میاد، عالیه. این سارپه. این دوستمونم وکیله، قبلا آشنا شدیم. خیر باشه خانم وکیل، حالا هم گیر دادیم به تریلیا. به اونا میخواین چی بگیم؟ شانس نجات پیدا کردنشون از گاراژ؟ بازم از دنده چپ بلند شدی. ای وای، همه سر به سرتون میذارن مگه نه؟ عجب آدم با ارزشی بودی. پا قدمت واسم نحسه، واسه همین. منظورت چیه؟ بار اول که دیدمت زندانبانا افتادم به جونم. ببینم این دفعه چی میشه. فقط یه مکالمه بی‌مزه. دیگه چی میخوای بشه؟ الو، صحبت‌های شیرینتون رو بعداً ادامه بدین. بیا نگاهی به سند بنده بندازیم، تا هم اینجا بمون. ای بابا، پس این عمر کجاست؟ گفته بود میاد اینجا. آی داداش، عمر نیست؟ عمر جکی، برو تو. شرف فرار کرد. چه اصافت! تو کیه که جملای تخ من میذاری؟ تازه میخوایی تریلیای منم بخری؟ آره بیا! عمر! هر خودت شهر درست نکن پسر! نمیدونی داری پارو تو به کی میذاری؟ تو هم نمیدونی با چی درافی؟ دیگه هیچ کاری ازت بر نمیاد، مردی که! بریم بالا، زود باشه.
شو کنار، برو ببینم را بیفتی. یه موزیک بزن خانم وکیل. بدجوری تو جو. تو دیگه کی هستی؟ آقا اسد حالت خوبه؟ به 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 به. برادرزاده نازنینم اینو مخصوص بابا درست کرده. بفرما بابا، نوش جان. اول ملک. جونم فدات. ممنون. بفرما بابا. خیلی خوب، بقیهش رو بده به مینیک. زود باش ببرش، کشش نده. رو چشمم بابا. نذاشتن اشتها برام بمونه. بابا نمیدونستم عمر بیشرف تله گذاشته بود. دخترمو برای چی بردی مردک؟ مگه عقل نداری؟ به خاطر 2 کروش سود معلومه چه غلطی میکنی؟ اون گناهی نداره بابا، من خودم خواستم برم. گناهش خیلی بزرگه. مگه نگفتم بدون اجازه من هیچ کاری نکنی؟ نمیدونستم. وقتی حرف سندمند شد فکر کردم اگه ملکم با خودم ببرم بهتر میشه. فکر کردی؟ مستان! بفرما بابا. اون عمر تور سگو برام پیدا کن. خودم شخصا حسابشو میرسم. جونم فدات. میفرستم همه جا رو بگردن تا شب یا صبح میاریمش. منم میفرستم دنبالش بابا. اون بیشرف رو با دستای خودم تحویلت میدم. بفرما. دست درست. اون پسره متین شما رو نجات داد ها؟ این همون بچه نیست که تو زندان باهاش آشنا شدی؟ خودشه. سارپ. اسمش سارپه. اگه اون دیوونه نبود الان اینجا نبودیم. خب الان کجاست؟ چرا نیاوردین؟ حرف بزن دیگه. حتما باید اون روز سگمو بیاری بالا. بابا میخواستم بیارمش خدمتت ولی چی؟ بابا موضوع اونطور که فکر میکنی نیست. این دیوونه وقتی اسم تو رو شنید ما رو قال گذاشت، همین. برای چی؟ نخواست با همون بیاد. گفت کاری با اون ندارم. که اینطور؟ به خاطر گذشته کم ازت دلخوره. بالاخره زبونت وا شد؟ جونم فدات بابا. برم این دوستمو بیارم. دمت کرد. مخلصی. اینطور که شنیدم میونمون خوب نیست داره؟ همینطوره.
قصه تو شنیدم. پسر خیلی شجاعی هستی. راه و چاه کارا رم یاد گرفتی. بچه های ما رم از زیر رگبار گلوله نجات دادی. فقط یه چیزی ذهنمو مشغول کرده. چرا قبلا این کارا رو نکردی؟ چیو؟ این کارا رو. وقتی ظرفیتشو داشتی برای چی میخواستی پلیس بشی؟ اونش دیگه به خودم مربوطه. اما از کسی که این 4 سال ازم گرفت انتقام میگیرم. تو اصلا شبیه بابات نیستی یا؟ عجب. این اواخر برعکسش شنیده بودم. اشتباه شنیدی. تو سوا و مرحوم سوا. خب بریم. سر وقت تشکر کردن. جون دخترمو نجات دادی، منو بدهکار خودت کردی و من شخصا از اوناییم که بدهکار باشم خوابم نمیبره. هرچی ازم میخوای بهم بگو. اینو بده. جون دختر من خیلی با ارزش تر از اینه. پس اینو بذاریم به حساب بدهی اسد آقا. آها. آره این یکی میشه. مگه نه ریش قرمز؟ ولی بدهی هستی هنوز سر جاشه. اون کارو به خاطر چیزی نکردم. یه تشکر کافیه. همچنان پیش ریش قرمز بمون. اگه بهت احتیاج داشتیم میای دیگه نه؟ ببینیم چی میشه. آدم متفاوتیه مینیک، میبینی؟ ببین بدهی از خودت میگیرم. به این راحتی ها نمیتونی از دستم خلاص شی. ببخشید. ماشین رو میگم وقتی راش انداختم با هم میریم یه دوری میزنیم. قبول خوشگله.